دسامبر سال 2018 اتفاق افتاد. چند سالی میشد که توی محله کوچیک پیتزا فروشی راه انداخته بودم. حدود 12 شب بود که یه سفارش گرفتم. آدرسش توی یه مجتمع آپارتمانی پرت و دور افتاده قرار داشت. ساختمان بی واحد 201. نزدیک ساعت تعطیلی بود، برای همین مطمئن بودم سفارش دیگه ای ندارم. واسه اینکه نخوام $5 به پیک موتوری بدم، تصمیم گرفتم تا خودم پیتزا رو ببرم. سوار موتور شدم و با گوگل مپ روی گوشیم رفتم به آدرس. دیدم روبروی دیوار خیلی قدیمی نوشته شده A. بنابراین حد زدم ساختمون کناریش باید B باشه. واسه همین موتورم و اطرافش نگه داشتم و رفتم توی ساختمون. از اونجایی که ساختمون خیلی قدیمی و داغون بود، شماره‌های روی درا کنده شده بود و وقتی از پله‌ها میرفتم بالا، چراغای سنسوردار روشن نمی‌شدن. ولی خب اکثر ساختمان‌های قدیمی همین مشکل رو داشتن، بنابراین زیاد بهش فکر نکردم و با نور چراغ قوام از پله‌ها بالا رفتم. 2 آویز چشم زخم به در واحد 201 وصل شده بود. ولی وقتی نوشته ها رو خوندم، دیدم معنی خاصی نمیده. دوباره شماره رو چک کردم تا مطمئن بشم درسته و آروم در زدم. یه زن جواب داد و بعد صدای بلند شدن چند نفر رو شنیدم. بعد از خونه صدای قدم‌های پا اومد و به در نزدیک شد. وقتی راه میرفت میتونستم صدای جیرجیر کف خونش رو بشنوم. خب شاید چون خونه آپارتمانی قدیمی بود. با خودم فکر کردم اینا که لازم نیست دنبال کیف پولشون بگردن، چون از قبل پرداخت کرده بودن. اولش میخواستم برم ولی گفتم شاید یه مشکلی براش پیش اومده و تصمیم گرفتم یکم دیگه صبر کنم. خلاصه 3 دقیقه توی اون تاریکی منتظر موندم ولی هیچ کس در خونه رو باز نکرد. دوباره در زدم و زنگ درم زدم ولی بعد از اون هیچ کس جواب نداد. ولی از پشت در و طبقه بالا صدای خنده می اومد که انگار مال یه برنامه تلویزیونی بود. گفتم شاید طرف رفته دستشویی و دوباره در زدم. ولی بازم هیچ کس در رو باز نکرد. دیگه نمیتونستم بیشتر از این صبر کنم، واسه همین به شماره‌ای که زنگ زده بود تماس گرفتم. خوشبختانه خیلی سریع جواب داد. پیتزاتون آوردم، لطفاً در رو باز کنید. طرف در واقع پیتزا رو واسه شام بچه‌هاش سفارش داده بود، چون می‌خواست تا آخر شب اضافه کاری کنه. من الان تو شرکت مشغول کارم. مجتمعمون 2 ساختمون A و B داره و 2 ساختمون A2 و B2. فکر کنم ساختمون اشتباهی رو رفتی. اکثرا آدرس اشتباهی رو میرن. ولی ساختمون A2 و B2 به زودی تخریب میشن، واسه همین در حال حاضر هیچ کس اونجا زندگی نمیکنه. وقتی شنیدم هیچ کس توی ساختمان A2 و B2 زندگی نمیکنه، صدای تلویزیونی که از پشت در و بالای پله ها می اومد ناگهان قطع شد. معمولا تو فیلم‌های ترسناکی که می‌دیدم اینجور موقع صدای تلویزیون بلندتر میشد یا یه چیزی از پله ها میدوید پایین. ولی توی مورد من یهو سردی عجیبی از مچ پام رفت بالا و همه جا ساکت شد. گفتم اوکی و گوشی رو قطع کردم و با چراغ قوه گوشی از پله ها رفتم پایین. طبقه دوم بود ولی همون جور میرفتم پایین. اون سردی به پشت گردنم رسید و در کمال تعجب به محض اینکه از اونجا رفتم بیرون ناپدید شد. وقتی رفتم بیرون و به بالا نگاه کردم، تمام چراغای توی ساختمون خاموش شدن. آخه اولش چراغای واحد 201 و 301 کاملا روشن بودن. دلم میخواست هرچی سریعتر برم خونه، ولی باید پیتزا رو میرسوندم. بنابراین بعد از کلی گشتن و راه رفتم بالاخره ساختمون بی رو پیدا کردم. لابی ساختمونشون روشن بود و معلوم بود مردم اونجا زندگی میکنن. وقتی در واحد 201 رو زدم، مامان بزرگ و 2 بچه سری در رو باز کردن و پیتزا رو گرفتن. متاسفانه چون موتورم اونجا گذاشته بودم باید دوباره از جلوی ساختمون A2 رد می شدم. ولی همه جا به قدری ساکت بود که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. یعنی صدای تلویزیون و خنده هایی که تو ساختمون A2 شنیده بودم از کجا می اومده؟ گاهی وقتا یاد اون شب میافتم و تموم تنم مور میشه. این داستان چند سال پیش، یعنی وقتی 9 سالم بود، اتفاق افتاد. صبح خیلی زود بود.
ناگهان از خواب پریدم و دیدم یه شبح بلند بالای سرم وایساده و احتمالاً از وقتی که خواب بودم داشته منو نگاه می‌کرده. صورت سرد و بیروحی داشت ولی بازم شبیه یه آدم واقعی بود. راستش درست شبیه مامانم بود. شبح یه ربط و شامر آبی پوشیده بود، دقیقاً مثل همونی که مامانم زمستونا می‌پوشید. واسه همین فکر کردم شاید مامانم واسه اولین بار داره خوابگردی میکنه و توی خواب اومده تو اتاق من. خیلی ترسیدم. برای همین بهش گفتم تو اتاق من چی کار میکنی؟ منو ترسوندید، میخوام بخوابم. ولی جواب نداد. فقط همین جور به هم زل زده بود. یه نگاه دیگه بهش کردم و بعد رومو برگردوندم و خوابیدم. فکر میکردم داره تو خواب راه میره و خودش از اتاقم میره بیرون و برمیگرده تو تختش. چشمو یه لحظه بستم و دوباره غلط زدم چون حس کردم یکی هنوز پشت سرم وایساده. ولی اون چیز از اونجا رفته بود. با استرس به دور و بر و اتاقم نگاه کردم چون نشنیدم در اتاق باز یا بسته بشه و این یعنی مامانم نبود و هر کی بود خوابگردی نمی کرد. در واقع اصلاً آدم نبود. چند روز بعد به مامانم گفتم و ازش پرسیدم چرا ساعت 6 صبح تو اتاقم بود وقتی میدونه که خوابیدم. ولی اصلاً نمیدونست راجع به چی حرف میزنم. گفت اصلاً تو اتاقم نیومده و تا حالا تو عمرش خوابگردی نکرده. منم بهش گفتم یه شبح عجیب موقع خواب نگاه میکرد و ربط و شامر آبی تو پوشیده بود و وقتی محلش ندادم از اتاقم رفت. مامانم زیاد به حرفم اهمیتی نداد و فقط خندید. گفت احتمالاً تو خواب و بیداری بودی. مامانم همیشه اصرار داشت که خونش تسخیر نشده و هیچ روح و جنی پاشو اون تو نمیذاره. آدم خیلی معنویه و تو کار فال تاروت و چیزای ماورایی و ایناست. پس احتمالاً حرفمو باور کرده و فقط نخواسته من بترسم. ولی اون ماجرا هنوز تو ذهنم مونده. مامانم تازگی‌ها بهم گفت که وقتی بچه بودم رو پله‌ها میشستم و با یه پسر و دختر کوچولو حرف میزدم. داستانای زیادی شنیدم که طرف فکر میکنه با خانواده‌اش حرف میزنه ولی در واقع داشته با شیطانی که خودشو به شکل اونا درآورده حرف میزده و مطمئنم که اون روزم همین اتفاق برای من افتاده بود.